این آیفون 13 که می‌بینید داخل جیب مشتری عزیزمون بوده و ضربه خورده. همونطور که مشاهده می‌کنید درب پشت دستگاه شکسته و نیاز به تعویض داره. ما اینجا با استفاده از دستگاه لیزر بدون اینکه گوشی باز بشه تعویضش می‌کنیم. این ویدیو رو لایک کن و با ما همراه باش. اولین کاری که می‌کنیم روی قسمت‌های حساسش چسب می‌زنیم تا بهشون آسیبی نرسه. توی این مرحله گوشی رو زیر دستگاه لیزر قرار میدیم و تنظیمش می‌کنیم تا دستگاه لیزر بتونه چسب‌های زیر درب پشت رو به آرومی حذف بکنه. همونطور که مشاهده میکنید چسب‌های زیر درب پشت به آرومی دارن حذف میشن تا بتونیم درب پشت جدید رو روی دستگاه نصب کنیم. حالا توی این مرحله درب پشت شکسته رو از روی شاسی به آرومی جدا میکنیم. حالا چسب مخصوص رو روی شاسی میزنیم تا بتونیم درب پشت جدید رو روش بچسبونیم. و در آخر درب پشت کاملا اورجینال رو روی دستگاه نصب میکنیم. خب کارای این دستگاه هم به خوبی انجام شد. درب پشت کاملا اورجینال بدون اینکه گوشی باز بشه جایگزین قبلی شد و مثل روز اولش آماده استفاده است. اینجا ساعت کمپانیه. ما هر روز کلی گوشی‌های ترکیده رو تعمیر می‌کنیم و کلی ترفندهای خفن بهتون آموزش میدیم. راستی فالو یادت نره.